input processing output storage توضیح گفتم میتونید که هی ریزو بذار کردی با همین کلمه انگلیسی این ابیمان است. اگر ما خواهیم که قسم های کامپیوتر یک جا شده کار کنن با ما پیوست شوی لازم است. انا سپاس با ما در تخته که همین پیوست شوی رو تأمین می نماید. ما در تخته یکی از قسم های مهمترین کامپیوتری ما این ما در تخته می باشد. آن معین میکند که کدام تجهیزات رو شما می توانید در کامپیوتر فردی خود نصب کنید. ما در تخته نه تنها همه دیگر قسم های کامپیوتر رو می پیوندد بلکه کار آنها رو کوردیناسیون میکند و قوه برق رو با سیستم تقسیم می نماید. بیایید ما در تخته رو در مثال کامپیوتر من میبینیم. ولی من باید که چشمانکایم رو اول گیرم. خب این کامپیوتر من است. خیلی ابرقدرت است. چی اون رو ابرقدرت میکند؟ البته که قسم های آن فرق ندارد که قسم های بیرون است یا که قسم های داخله. و برای مثال در این جهاز کامپیوتر من دارد رم، در اینجا دارد برای مثال پروسسور، ویدیو کارت، در این طرف دارد باز برای مثال وای فای، وی فی و همه اینها رو چی با هم دیگر پیوست میکنند؟ البته که ما در تخته و انا همین رو ما میگیم ما در تخته. انا همین رو ما میگیم ما در تخته. و یک چیزی که من میخواستم مهم است و با شما نشان دهم این قسمی همین ما در تخته است. برای مثال این قسم چطوری که میبینید در اینجا ما داریم یک چند مکان ها برای اون که ما قسم های ایلاوگی رو با کامپیوتر خود پیوست کنیم، با ما در تخته پیوست کنیم. برای مثال ما میتوانیم پیوست کنیم تلفن موبیلی خود رو. اگر من خواهم که یگان چیزی رو از آیفون خود با کامپیوتر خود گذرانم، البته که به من لازم است که همین سیم رو در یگان جا گذارم. همین خلاص. و البته که یک از جای زیبایی همین ما در تخته است که این امکانات با من فراهم می‌آورد. من میتونم که در اینجا گذارم اون رو و بعداً من میتونم که تلفن خود رو با کامپیوتر پیوست کنم و معلومات خود رو گیرم. برای مثال رسم های خود رو، رسم های گوشه پری دوستانم رو. ولی برحال و یا که من میتونم که برای مثال این خاطره ایلاوگی دارم. بگیریم که کامپیوتر من خاطره داخلی دارد و پر میشود و بعداً من باز میرم خاطره ایلاوگی میخرم. اگر خواهم که خاطره ایلاوگی ام رو در اینجا گذارم، من میتونم که در اینجا گذارم و این در اینجا USB 2.0 دارد، USB 3.0 دارد. USB 3.0 زودتر است، ابرقدرت‌تر است. اما رو در اینجا میگذارم. و دیگر چیز زیبایی که برای مثال همین ما در تخته میتواند قبول کند یا اینکه اگر ما در تخته نباشد ما نمیتونیم که همین کامپیوتر رو استفاده بریم، چون که ما نمیبینیم که در کجا نشان میدهد. مثلا در مانیتور ما باید پیوست کنیم و برای همین من در اینجا دارم HDMI کیبل، HDMI کیبل و اون رو در اینجا میتونم برای مثال نصب کنم یا اینکه گذارم و بعدا این رو در پشت مانیتور خود. این دیگر چیز و باز زیبایی ما در تخته کامپیوتر من آن است که من میتونم که با هم وای فای رو با اون پیوست کنم. این وای فای است که من میتونم با طریق وای فای با اینترنت پیوست کنم و یا اینکه من باز میتونم که با طریق سیم کیبل، اینترنت کیبل که من در اینجا باز جا دارد برای بله کیبل، برای اینترنت کیبل و این در حقیقت که زیبا است. و یا اینکه این روزها ما میتونیم که پیوست کنیم همه اینا رو باز جا دارد. از یک دقیقه من حالتون میگم چرا نشکنم با پشتی ساختم با پشتی نشان دادم. ولی در این طرف هم کامپیوتر من دارد جای برای گذاشتن برای مثال این بلوتوث کامپیوتر من است. یعنی همین خودش بلوتوث است چون که ندارد در داخلش بلوتوث و من این رو ایلاوه کردم و این هم قسم کامپیوتری حساب می شود و این باشد USB است برای این موشی من. خب موشی من با طریق USB کار میکند نه طریق سیم قطعی و من میتونم که رو در این طرف ما در تخته گذارم. البته در این طرف ما در تخته نیست، در این طرف ما در تخته نیست ولی همون سیم هایی که در اینجا پیوست میشوند و اونها رو با ما در تخته پیوست میکنند. ولی بله دوستان مهربان، این بود مثال از ما در تخته در کامپیوتر من. آغاز میکنیم. چطوری که میبینید در روی میز کاری من یک دستگاه کامپیوتری است. بله، سمارت فون هم دارد. اختراعش آیفون 6s از شرکت اپل. بیایید ما در تخته رو در مثال تلفن من میبینیم یا که سمارت فون من میبینیم. برای این کارو کردن البته که با ما دیگر نمودی اسباب ها لازم است مثل این اسباب ها و تا که آن رو کشویم همین خلاص و من البته که آن رو کشویم و وقتی کشودم با شما نشان میدیم ما در تخته رو.
اولین بولت حسین بولت بولت به زبان تاجیک چی میشود؟ اول باید سیم کارتش رو بگیرم. بله سالها می شود که من با تلفن ها سر کار ندارم و یک خیلی وقتا استوگی میکردم، ولی این زمان از خاطرم برآمده است که اول باید سیم کارتش رو گیریم. برای همین برمیگردیم چشمانکو رو میگذاریم تا که با چشمان ضرر نرسن و از تلفن پیشینه من یا که تلفن نو من اخترش دارم من یک اسبابی که سیم کارت رو میگیرد و بله همان وقت فرا رسید این رو خیلی میگذارم و خب همان وقت فرا رسید چطوری که میبینید انا همین قسم رو ما میگوییم مادر تخته. این دستگاه کامپیوتری است و در خودش دارد قسم ها رو. این رو ما میگوییم اکرانی همین تلفنی موبیلی یا اینکه دستگاه کامپیوتری و این قسم رو ما میگوییم مادر تخته که بر مثال باتری با اون پیوسته است، در این طرف جای سیم کارت با اون پیوسته است، دیگر جایی که تو میتونی که با اون ذریعه مونی یا که قوه گذاری انرژی گذاری. بله این بود مثال دیگر از مادر تخته. باز میگویم که مادر تخته اگر نباشد یگان دستگاه کامپیوتری کار نمیکنه، چون که حتما لازم است ماتریسکا پلاتا یا اینکه با زبان انگلیسی میشد مادربورد. بله سوایی که من کشادم همین بود تا که من میخواستم که با شما نشان بدم چی از مادر تخته گفته. تشکر زیاد میکنم. شما رو در درس دیگر خواندید.